منتخب ترکمنستان با میدان وارد شدند. اینا هستند رقم 1 دروازه‌بان عایشه اننبردی و رقم 10 کاپیتان دسته مریم. چه دروازه‌بان داده می‌شود؟ می‌بینیم که فرزانه و سالیسی هم با هجوم پای وصل می‌شود. ضربه با طرف دروازه، یک ضربه دیگر و در نهایت گل. دوستان عزیز، تو این گل بازیگران کشور ترکمنستان در خط دفاع و سالیسی پس به کنار ضربه نوبتی و گل. سارا شیرباغی دوستان ارجمند این گل را به هدف میرساند و در برطرف کردن اون البته دروازه‌بان هم معجز موند. ببینید که بعد از نیمه اولی دیدار 2-0 از بازیگران ایران در قسم اول میتوانستند از 2 گل هم بیشتر به ثمر برسانند، ولی تنها 2 گل را زدند و در آغاز خود را به ثمر برسانند، هجوم را بهتر سازمان دادند و در نهایت موفق شدند به زدن 2 گل. نیمه دوم را مشاهده میکنیم اکنون که با چنین حالت شروع میگردد حساب دیدار اونها را به هدف میرسانند. توجه میکنیم بار دیگر اینا بعد گل را فرشته خسروی به هدف رساند. تنها یک گل را به دروازه‌اش سر داد. با شمول گل امروزه لکه گل زده ایرانیات با 20 عدد برابر میشوند و لکه 21 شدند. توجه میکنیم چگونه ضربه زده شد. اینجا توپ رسید با بازیگر دیگر. شده میکنیم که کوشش دیگر ایرانی‌ها و اینجا میتونن با هجوم بزنن. نخوزرگزان ترکمن بازم توپ از نزد پای آنها گرفته شد و ضربه قوی مشاهده میکنیم. بار دیگر این گل رو میبینیم که دروازه‌بان منتخب ترکمنستان میوز شده است. با کنار وضعیت خیلی خوب گلزنی، ضربه زده میشه و دروازه‌بان برطرف میکند و در نهایت کار توپ را سیدا فاطمه حسینی ضربه و ببینید که چگونه کامبیناسیون اولی با گل زیباترین. توجه میشویم بار دیگر اینجا البته دروازه‌بان هیچ کار کردن نمیتوانست چون ورال ترکمن تو هنوزم با توپ یک نفر رو خیلی خوب فریب داد و بعدم گل زیبا را به ثمر رساند. حساب رقابت را 9-0 کرد. ببینید که هم رقم خود را چگونه با فریب داد. جمیله بابای و کشور ترکمنستان، ولی همین طور بازی به انجام رسید دوستان ارجمند با حساب 9-0. دسته زنانه فوتزال ایران بر ترکمنستان در مسابقه کاف وومنز فوتزال چمپیونشیپ غلبه به دست می‌آورد.